دوستای عزیز سلام، وقتتون بخیر باشه. من تازه به یوتیوب پیوستم و کارم هم کشاورزیه، یعنی تو زمینه کشاورزی فعالیت میکنم. خب چون که تازه اومدم خواستم یک معرفی داشته باشم خدمت شما عزیزان. من یاسر رفیعیم، 30 سالمه. چند روزی هست که به جمع شما یوتیوبرهای عزیز اضاف شدم. اومدم که ببینم اینجا چجوری است، قطعا آدمایی که هدف دارن، آدمایی که دنبال ساختن آینده‌ان اینجان دیگه. منم اومدم تو زمینه‌های کشاورزی بچه‌ها، مثل کاشت سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی یا محصولات گلخونه‌ای مثل بادمجون، فلفل، توت فرنگی، که خیار سبز که مصرف بالایی داره و درآمدزام هست بچه‌ها، پول سازه. من اومدم اینجا تجربه های خودم رو به اشتراک بذارم. دوستانی که قصدشون کشاورزیه میتونن من سابسکرایب کنن، از تجربیاتمون استفاده کنیم با هم. بعد یا مثلا دوستانی که گل‌ها و گیاهان زینتی دارن، نگهداری میکنن تو آپارتمانا، من میتونم بهشون کمک کنم که با همین چیزای خونگی بیماری هاشو کنترل کنن، آفاتشو کنترل کنن و تو همین زمینه ها هر چی بود دیگه، یا مرکبات. من تو جنوب زندگی میکنم، جیرفت. اینجا شهر کشاورزیه بچه‌ها، انواع اقسام میوه ها، 4 فصل، یعنی هر چی که شما بگید اینجا هست. و ما تو این چیزایی که گفتم براتون نام بردم بچه‌ها، به صورت حرفه‌ای میتونم کمکتون کنم. تو مرکباتم کم و بیش میتونم، یا نخیلات میتونم کمکتون کنم. خب شما اگر بتونید به من کمک کنید تو فضای یوتیوب، ممنونتون میشم. یه تبادل اطلاعاتی با هم داریم، من قطعا برای شما مفید واقع خواهم شد. همین که میتونم دیگه در خدمتتون هستم. خواستم یه معرفی کنم خدمتتون. خوشبختم انشالله که بتونیم یه مسیری رو به صورت طولانی با هم پیش بریم. من نیومدم اینجا بچه‌ها حالا یه بعضیا میان دوره‌ای بفروشن، نمیدونم به خدا یه جورایی درآمدزایی کنن. من یادش اومدم تو یوتیوب. خب هدفم هم کسب درآمد هست، چون دنیا داره به این سمت میره بچه‌ها. کشاورزی هم با این شرایط آبی خب آینده آنچنانی من براش نمیبینم تو ایران، ولی خب تو این چند سالا، تو این 10-20 سالا هست فعلا. خب میتونید کشاورزی کنید، اما خب ما هم اومدیم به این مسیر. انشالله که شما بتونید یک راهنمایی اگر چیزی باشه، ایرادات بنده رو تو کامنت ها بهم بگید، ممنونتون میشم. و متقابلا هر سوالی که داشتید من حتما پاسخگو هستم. خیالتون راحت باشه. هر مشکلی تو زمینه کشاورزی داشتید یا اینکه تصمیمتون کشاورزیه، میخواید هزینه ها رو بدونید، حتما تو کامنت ها از من بپرسید. من هزینه ها رو به روز بهتون میگم که ببینید شما با چه هزینه ای میتونید شروع کنید. الان تو مسیر مزرعه هستم، برام میرم یه سرکشی کنم ببینم بچه ها چیکار کردن وقتایی که نیستیم. حالا ما دیگه جوری شده که خودمون زیاد نمیریم، هرچند که سالهای اول من خودم کارهای کارگری رو انجام میدادم به تنهایی. کار 4 نفر یا 5 نفر رو من صبح تا شب انجام میدادم، چون که حقیقتا دیگه پولی نداشتم که کارگر بگیرم. بعد ماشینم رو فروختم اومدم تو کشاورزی. یه جورایی سخت بود برام، ولی الان دیگه کم میرم. گذاشتم بچه ها رو سر زمین، اون رو هستن سرکشی میکنن، آب میکنن. حالا همینن بچه ها. اگه شما هم بخوای کشاورزی کنی، خب اگه پولم داشته باشی، باید یه چیزایی خودت یاد بگیری. از همون اول نمیشه با پول یه سری چیزا رو پیش برد.
کارگره دیگه. باید خودت ببینی چجوریه، خودت لمس کنی. وقتی که لمس کردی، وقتی که خوب بلد شدی، اون موقع میتونی زندگی تو کارت تا برام. من کشاورزی زندگیه، واسه همین میگم زندگی تو بسپری دست کارگر. ولی خب به نظرم اگر خواستی شروع کنی، اول حتما خودت یاد بگیر. 0 تا 100 سخت نیست، فقط یکم اراده میخواد. الان که من بهش نگاه میکنم یه سختی شیرین بود، سخت بود، اذیت شدم ولی دوستش دارم، چون که یه مراحلی رو از تو زندگی من گذروندم این با این شرایط، با کشاورزی، که واقعا باورم نمیشد بتونم انجامش بدم، از پسش بر بیام. دیگه حالا یه سری چیزا هست که گفتنی نیست، اما شما هم اگر دوست داری کشاورزی کنی به صورت حرفه‌ای، پول سازه نیست. مثل اینا که آقا من میگم فلان دوره را بخر، شما یه ماهه این کار رو میتونی بکنی بعد پولدار میشی. نه، اینجوری نیست. شما با یه هزینه 200-300 تومان میتونی بیای کشاورزی، یه کشاورز کوچیک باشی، بله بله تبدیل بشی به یک کشاورز بزرگ. من حالا کشاورز بزرگی نیستم، اما الان 10 برابر مثلا 8 سال پیش کارم رو وسعت دادم. به نظر خودم خوبه، چون بچه ها اگر بخوای رویایی پیش بری، مثلا بگی من سال دیگه کارمو 10 برابر میکنم، اینجا ضرر برای چیزی نداره، چون اصلا مغز شما، بدن شما آمادگی یوهو 10 برابر مسئولیت وزیری ها نداره، از هیچ کس نداره، نه شما نه من، هیچ کس همچین آمادگی ها نداره. باید پله پله پیش بری. مثلا شما توی متراژ 5000 متر میتونی یه گلخونه بزنی، تو متراژ اصلا 2000 متر شما میتونی یه زمینی کشاورزی بگیری تو متراژ 2000 متر، بعد یه گلخونه 2000 متری تقریبا با 200 تومن میتونی راه بندازی. و بچه‌ها میدونید که الان مثلا انواع فلفلای رنگی یا بادمجونای لامپی به حساب ما کشاورزا، اینا وضعیت صادراتشون خوبه، یعنی هر جوری که حساب کنی پول سازه برات، یه درآمد تضمین شده است. نیست که بگیم آقا مثلا امروز دیگه و با وضعیت دلاری که ما داریم واقعا محصولات صادراتی پول سازه. اگر شما هر کیلو رو $1 هم که حساب کنید، ببینید چی میشه، ببینید به کجا میرسه. واقعا زیاده. حالا امسال مثلا من خودم تو کشاورزی ضرر کردم، محصولات پیازمون موند، ولی خب حالا سالهای قبل که برام خوب بوده، یه سالم بد بوده دیگه، حالا نمیشه کاریش کرد. شرایط اقتصادی خودمون ایجاب میکنه که سختی هم تحمل کنیم. اما به نظر من میتونید این کار شروع کنید. دوستانی که علاقه‌مند به کشاورزی ان میتونن از 1000 متر، حتی یعنی 1000 متر هم خوبه، شما میتونید از 1000 متر شروع کنید و 3 سال دیگه 10,000 متر زیر گلخونه داشته باشید. خودش خرج خودش رو در میاره، مطمئن باشید. بهتر از اینه که بیایی یه کارایی کنی، مثلا حالا ارز دیجیتال اینا خوبه، میدونی چی میگم، ولی خب یه علم بالایی میخواد، یه وقت چیزی میخواد که من از پسش بر نیومدم. حقیقتا من اومدم تو این داستانام بودم یه مدت، از پسش بر نیومدم دیگه. خدایی کشاورزی دیگه پول ساده تری بهت میده، پول بیشتری میده، ساده تر هم بهت میده، اذیت هم نمیشی آنچنان که افکارت درگیر باشه. میدونید که خستگی جسمی خیلی بهتر از خستگی روحیه. اینجوری با کشاورزی آقا مغزت آسوده است، احوالاتت خوبه، همیشه هم بیکاری بچه‌ها. یعنی چجوری بهتون بگم، یه آدمی که همیشه بیکاری ولی خب فکر کنیم همیشه سر کاری، یعنی شده یه روزی یه بار باید بری سر به مزرعه، به گلخونه بزنی، با همین تفاصیل برمیگردی، حوصلت سر نمیره، کار خاصی هم نداری. بعد گلخونه هم یه جوری است بچه‌ها، یعنی هفتگی 2-3 بار بهت پول میده. یه چیز خیلی جالبی اگه واردش بشی. من همین الان دارم اضاف میکنم سطح زیر کشتمو، در حال ساختن بچه‌ها، دارم میرم سرکشی کنم، میرم وضعیت چجوریه. به امید خدا که
خوب پیش بره، هم من موفق تر و بهتر باشم و همین که اگر شما تصمیمشو دارید بچه‌ها همین الان همین امسال استارتشو بزنید، انجامش بدید. کشاورزی دنیای بزرگه ها بچه‌ها، یه دریای بزرگی که واردش میشی هر چی که میری انتها نداره، هر چیزی هم که بخوای هست. من باهاش حال میکنم، لذت میبرم از کشاورزی و همین دیگه بچه‌ها. فعلا من میرم یه سرکشی به زمین میکنم چون مسافت زیاده، خاکی هم هست که میبینید، حوصله شما هم سر میره، وقتتونم نمیگیرم. خواستم معرفی کنم، حالا دیگه حرف اومد گفتیم بگیم بهتون. اگر دوست داشتید منو سابسکرایب کنید یا مشترک بشیم، اونجا هر سوالی که دارید کامنت کنید، من بهتون پاسخ میدم. اگر دیگه خواستید طولانی باشه یا چیز بود، تلفنی بود، من شماره رو بهتون میدم، شما تماس بگیرید. علایی که مد نظرم بوده و به صورت آزمون و خطا برای من جواب داده و جواب گرفتم ازش با هزینه‌های کم، میتونم در اختیارتون بذارم بچه‌ها. بعد بچه‌ها کشاورزی الان با این شرایط اقتصادی و این گرونی، کشاورزی موفقه که هزینه‌هاشو کاهش بده. یعنی اگر بتونی هزینه ها رو کاهش بدی تو کشاورزی، قطعا موفق میشی و این راههای خاص خودشو داره بچه‌ها. اینکه هزینه ها رو بتونی کاهش بدی، شاید حاصل 8 سال تجربه منه که من الان میدونم چی عملا به کار مزرعه نمیاد، با اینکه لازمه بدی به کار نمیاد، یا چه کاری یا کمترم به انجامش بدی مشکلی نیست. اینجا مثلا روزی که ما یاد گرفتیم گفتن آقا شما مثلا باید هر روز سمپاشی انجام بدی. خب این خودش یه هزینه حداقل آقا ماهی 20 میلیون 30 میلیون رو داشت فقط سمپاشی، ولی من الان اومدم 2 هفته یه بار سمپاشی میکنم، هیچ اتفاقی هم نمیفته. اگر دوست داشتید در این باره تجربیات منو بشنوید، شاید به کارتون بیاد، حتما سابسکرایب کنید و قطعا مفید خواهم بود براتون. ممنونم وقت گذاشتید، خدا نگهدارتون باشه. بچه‌ها ببینید این یکی از مزارع پیازمه که با ماشین میتونستم بیام، اومدم و این مسیر نهایی من هست. من رسیدم الان. خب دیگه میخوام برم ببینم وضعیت چجوری، از نزدیک ببینم اگه بیماری، آفتی یا تغذیه‌ای لازم دارن که هماهنگ کنم که بچه‌ها بگیرن و بتونن به گیاه برسونن تا اون رشدش کامل بشه و اون باردهی خوبی رو برای من داشته باشه بچه‌ها.